تطبیق میشه خیلی برای جامعه مدنی افغانستان میتونه الگو باشه. بحث دهه دموکراسی یا جنبش بهتر است بگیم جنبش اول مشروطیت، جنبش دوم مشروطیت و نسل سوم مشروطیت در افغانستان بحث‌های بسیار بزرگی از تداوم جنبش مدنی در افغانستان و همچنان تفکر مدنی در افغانستان دارد. بخصوص بحث سوم یا دوران سوم بین سوم و دوم و سوم مشروطیت که منجر میشه به دهه دموکراسی در افغانستان و دهه دموکراسی اولین دستاورد بزرگ مبارزه غیر خشن در سرزمین ما که متاسفانه همیشه سیاست با خشونت تغییر کرده باعث میشه که سیاست با خشونت نه بلکه با رفرم و با اصلاح و با یک نوع جنبش مدنی که تقریبا بیشتر از 80 سال مبارزه میکنه یا بیشتر از 110 سال مبارزه میکنه و به پیروزی میرسه شکل میگیره. جنبش مدنی معاصر افغانستان یک آمیخته است از چند نوع تفکر سیاسی، اجتماعی و مدنی در افغانستان که بیشتر برمیگرده به اصطلاح فحوای محیطی خود و همچنان برمیگرده به دایره محیطی و حوزوی خود. ما بدون شک چی بخواهیم چی نخواهیم از تفکرات متعلق فرهنگ‌های یا وابسته به فرهنگ‌های کشورهایی که ما را فعلا در جغرافیای محدود قرار دادن یا در جغرافیای موجود قرار دادن برگردیم. تأثیر ایرانیان و فرهنگ ایرانیان بر ما، تأثیر هندوان و فرهنگ هندوان بر ما، تأثیر آسیای میانه و فرهنگ آسیای میانه بر ما، چی از فرهنگ‌های ایرانی و تورانی و هندی اگر بحث بکنیم و یا هم چی از فرهنگ‌های نسبتاً آمیخته با اینا با فرهنگ به اصطلاح شرق میانه‌ای یا به اصطلاح سواحل کاسپیان یا سواحل مدیترانه. متاسفانه ما یا به اصطلاح بین النهرین، چون فرهنگ بین النهرین هم از جمله فرهنگ‌هایی است که بر ما بسیار تاثیرگذار بوده. شما بزرگترین نمودار تأثیری فرهنگ‌ها را در زبان ما می‌بینید. زبان ما یک زبانی است از آمیخته چندین زبان که در فرهنگ‌های حوزه‌ای ما یعنی در حوزه کلانتر منطقه ما که برمیگردد تقریباً به کل آسیا، چی آسیای غربی که امروز به نام شرق میانه مسما هست، چی آسیای شرقی که امروز به نام شرق دور و چی آسیای شمالی که مناطق سایبریا و ماوراء النهر تشکیل میده و چی آسیای جنوبی که از به اصطلاح عقب دهلی شروع میشه تا ملک سرندیب به اصطلاح ختم میشه. کمی پیش بریم مثلا 2 دهه پیش از سال 2001 چون که اگر ما در کل جامعه مدنی را بگوییم خب یکیش همون جامعه‌ای که شما گفتین ما یک جامعه‌ای که مدنی هست مطرح بکنیم نه مجموعی از نهادها، یعنی نهادهایی که غیر دولتی هستن، نهادهایی که غیر انتفاعی هستن، نهادهایی که بعدت سیاسی کار نمیکنن، این در کل جامعه را مطرح بکنیم بعد بگوییم که خب یعنی جامعه‌ای که از دید شما قسمی که شما به او اشاره کردم و قبلا هم اشاره کردم که از یک سو مردم سالار باشه و از سوی دیگه حاکمیت قانون در اونجا شکل گرفته باشه که قانون حاکم بکنه، یعنی او حاکمیت از آن مردم باشه و در اونجا تمام نهادهایی که شکل میگیرن نهادهای مردمی باشه، هم دولت نهاد مردمی باشه، هم جامعه مدنی نهاد مردمی باشه و هر نهاد دیگه‌ای که اونجا شکل میگیره. اگر ما مثلا پیش از سال 2001 که ببینیم همچون یک دولت وجود نداشت، اما آیا نهادهای وجود داشت که زیر نام جامعه مدنی برای رسیدن به همچون یک جامعه کار بکنن؟ در این روزها یک بحث بسیار جالب به نام بحث جنگ یا به اصطلاح اختلاف میان تمدن و فرهنگ در ذهن و افکار عامه خیلی شکل گرفته. خوشبختانه این بحث در دوره‌های گذشته هم بسیار با جدیت تمامش وجود داشته. ما اگر اجازه شما باشه ما از 5 دهه قبل شروع میکنیم تا 6 دهه قبل بعد برمیگردیم به 2 دهه موجود، حتی 7 دهه قبل. خب پیش از اینکه این بحث ادامه بدیم دوستان عزیز یک میان برنامه کوتاه میگیریم با گپ باشه.